عارف دادخوجیوا نفقه‌هور است. او و همسرش سال گذشته به ویروس کووید 19 مبتلا گردیدند. خوشبختانه او توانست کرونا ویروس را پس سر کند، اما همسرش با این بیماری مبارزه بردن نتوانست و بر اثر آن فوتید. عارف دادخوجیوا میگوید که بیماری مذکور خیلی خطرناک است، زیرا عاقبت خسرانه معالجه نمودن و سری وقت به دکتران مراجعه نکردن باعث فوت شده میتواند. وی برای بار دیگر سیروی نیافتن، گرفتار نشدن به این بیماری از واکسیناسیا گذشت. وی توسط واکسن استرازنیکا از ایمونیزاسیا گذشت. اینچنین بعد از سرگذراندن این بیماری حالت روحانی انسان نیز دیگر می شود. همه که کسان شود آدم وی با وهم افتاده خودش باز بسیارتر کسان میکنه. وی سیاه‌شونه صد دشوارتر میشه. حاضر میگن تلویزیون با همه جای اعلام کرد میگن که ماسک پوشن. یگان کس ماسک نمیپوشد. کمتر کسان کم شود با همه بی ماسک میگردند. این خلابه کسان تمام نمیشه. همین نه یک قاعده قانون کردی گرفتن دکو که همین اشتراف کنن که همین بی ماسک نگذارد یگان کس. من سعی می‌کنم ولی پگه چهارم هم دست سر میشه. بومروموری این خلق ما چی نمیفهمند. این کسان همین خیلی نامعلوم شما نه ها من خودم کسل شدم همین 11 روز بانیسو خوب کرده همینا حس کردم این همیشه کسلی مرض کی چیگم دغلاش کردی همین اوهسته بوغی کرده میکشد اول هم تو 5 میلیون بوغی کنه مورید بهتر چیم من این اوهسته بوغی کرده دست پچک خنک شده خون گردش نکرده میمورید من همسرم مرد و گذرانده رفت و هم یخته گردش نبود شریفچو رضا کشیده مرد 6 روز رضا کشیده مرد این با این عذاب سخت دنیادا نیست شما خزیق اوی نکنتون این کسل همیشه بخکر گرام میبرد که خودتون نفهمده میمونه. در اصل بعضی از شخصانی با ویروس کووید 19 گرفتار شده ابراز می‌نمایند که فراموش خاطر شدند یا که این ویروس و بعضی از اعضای ارگانیسم آنها تاثیر خود را گذاشته است، اما شخصانی نیز هستند که از سبب طرز گرفتارشوی به این بیماری خود را روحاً بیمار می‌کنند. این حالت نیز برای زیادشوی شماره گرفتاران به کرونا ویروس مساعدت می‌کند. تاثیرش بودن به همون کسل شدگی تاثیرش نباشد شکیم نگاه نمی‌کرد اهمیت نمیداد. که مثال خودش میگوید که کووید 19 گفته وقت مزه میکند که اون نتیجه میخواد مثال کار میشه لیکن اهمیت نتیجه دم کار به یگان خیلی کسایی چی نمیشن برونده میبره تمام کووید شدگی انسان واهمه میشد میمورم گفته همینا تو باشم بلند میشد کو همین بده انده همه هم زندگی میخواهد. عالمان مشاهده نمودند که شخصانی که بیماری کرونا ویروس را اثر گذراندند و تاثیر منفی بیماری به سطح ذهن دچار میشوند. طوری که عالمان قید کردند دلایل قبلی موجودند که به این بیماری گرفتار شدگان از ویرانشوی معرفتی شکایت کردند، کاهش یافتن خاطره، فعالیت روحی و دیگر وظایف‌های معرفتی. کووید 19 این یکی مریض وزن‌ترین جهان شد حاضر در عرصه بین الخلقی تمام سازمان بین الخلقی تندرستی به ضد این مبارزه برده در مملکت‌های مترقی چاره‌بینی‌های دیده ایستاده است. در کدام حالت نباشد و معنوی منفی اقتصادی مادی باشد هم کووید به معنویت انسان تاثیر کلان می‌رساند. برای آنکه یکمش سلامتی تاثیر می‌کند. از که سلامتی که ویران شد فکرانی خلاصه برداری و دیگر مسائل هم تاثیر منفی شدنش اما اگر انسان سالم باشد بر ضد آن دائم مبارزه برده ایستاده همین قاعده‌های اساسی که از طرف تشکیلات‌های تیپ پیشنهاد کرده است استفاده برده شده باشد اگر وای معنوی به هیچ وقت تاثیر کرده نمی‌تواند. راه حل همه این معماها از این واکسیناسیا علیه کووید 19 گذاشتن به حساب می‌رود. از این سبب برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس باید شخصانی از 18 سال بالا از واکسیناسیا گذرند. گزارش نصیب جان ابویف، مهرانگیز عبدالواحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.